بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار استاد عزیز صدای مبارک شما را میشنویم. استاد عزیز ما در نسبت همه شما یک برنامه شما را برنامه خوبی بود گوش کردم در مورد صیغه بود صیغه. خب در اونجا بسیار موردهای زیچ هم گفته شد. بعد یک موردی که من اونقدر خوب شاید نفهمیده باشم گفتن که حتی که شیعه میتونه که در راه یک زن رفته باشه اگر که میل صیغه کردن که داشته باشه شاهد لازم نیست، یعنی که حتی پرسیدن که وی شوهر دارد چنین گفته شد. من همین را یعنی خطا نفهمیدم. نه کاملا درست فهمیدید. ما سندم داریم که میگن که حتی با زن شوهردار خب اگر خطا که نباشد خب این دیگه نهایت حیوان صفتی است به فکر من. شما از حیوان چی کمی دارد دیگری؟ هیچ انسان غیوری این حاضر نمیشه که با محارم خودش این کار صورت بگیره، چه برسه به این که خب ما دیدم اینجا شخص پرستی اینا را از مسیحی ها که کمی ندارن. خب که اینا شخص پرستی میکنن، یک تا پرستی را گذاشته و شخص پرستی را گذاشته. بعدا این مورد زیسته که ما شنیدیم راستی بار تا همین روز خواستم که خیلی تماس بگیرم با شما نشد. بچه ها قدم جا کم در همین مورد فکر کردیم همه در یک مقصد که خوبی نهایت حیوان صفتی است دیگه. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. تشکر شما برادر عزیز. خب استاد عزیز در حق ما دعا باشین. الله متعالف کنه شما رو. زنده باشید. تشکر شما. خدا نگهدارتون. اینا در این روایت هست. مستدرک الوسائل جلد 458 کتاب نکاح باب تصدیق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها وعدم الوجوب التفتيش والسؤال ولا منها. روایت 17282 شیخ مفید که این اسمش بعد بگذاشت شیخ موزر فی رسالة المتعه میگه ان ابان ابن تغلب ان ابی عبدالله امام جعفر دروغ بستن به اهل بیت. فی المرأة الحسناء طرف الطریق یک زن زیبایی رو در راه میبینی ولا یعرف ان تكون ذات بعل او عایره. دیگه تو یعنی نمیفهمی که این فاحشه هست یا شوهر داره. فقال لیس هذا علیک، تو چی کار داری به اینکه این فاحشه است یا شوهر داره؟ انما علیک ان تصدقها، فقط پول بده بهش. این از دین تشیع. دین تشیعی که آخوندها شیخ مفید و شیخ مجلسی و شیخ کلینی و شیخ خمینی و اینها برای مردم تبلیغ میکنن. میگه این مستدرک الوسائل، دوستان خوب زوم بکنن که اینا ببینن، کتاب نکاح صفحه 458 باب تصدیق المرأة فی نفع الزوج والعده و نحوها روایت 17282 از شیخ مفید. میگه تو اصلا نپرس که این فاحشه است، شوهر داره نداره، فقط پول بهش بده، خودتو ارضا بکن، برو دنبال کارت. اینجا بعد به خاطر تشویق مردم دوستان منهج الصادقین فی الزام المخالفین از آقای فتح‌الله کاشانی در صفحه 72 ولد مطیع افضل است از ولد زوجه دائمه و منکر آن مرتد و کافر است. سوره نساء جزء 5 آیه 24 اینجا اومده تفسیر کرد. این صیغه زادا باید افتخار بکنن. و اگر در مورد کثافتکاریایی که اینها تو کتاباشون دارن من بخوام یعنی صحبت بکنم، من 10 ساعت و 12 ساعت و 1 روز و 2 روز و 10 روز کم هست. فقط یک مطلبی رو من اینجا دوست دارم که بازم نشون بدم که این کسایی که هنوزم به دنبال آقای خمینی افتخار میکنن که خمینی، دوستان عزیز این روایت رو نشون بدم. این تحریر وسیله حضرت امام خمینی کشف الله سره جلد 2، اینم شناسنامش در ایران
شما رو به خدا اگر یک انسان عاقل، یک انسان با شخصیت، اصلا انسان حتی حیوان، شما رو به خدا در باغ وحش ها، در جنگل ها دیدید که یک الاغی، یک خرسی، یک گاوی، گوساله، یک چیز نوزادی رو به دنیا بیاره، بعد یک حیوان نر بره به اون نزدیکی جنسی بکنه؟ در بین حیوانات دیدید، اما در دین خمینی هست. نگاه کنید صفحه 430 مسئله 12، اینم ترجمه فارسی خودشون. نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع، و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیرخواره اشکالی ندارد. طفل شیرخواره، تصور بکنید هر کدومتون در خونه طفل شیرخواره دارید. تصور بکنید که دید خمینی به طفل شیرخواره شما چیه؟ من هیچی نمیگم. بعد میگن شما توهین میکنید به امام خمینی، به امام خامنه‌ای. خب این اعتقاد رو کسی داشته باشه، این انسانه. در قاموس بشریت بگردید، در جنگل‌های آمازون به قول قزوینی، در جنگل‌های آفریقا برید، این کسایی که هنوز از تمدن بی‌خبرن، باور کنید این کارو نمی‌کنن که خمینی در کتابش گفته. باورتون نمیشه برید کتاب این دوستان یک بار دیگه جلدش تحریر الوسیله حضرت امام خمینی، جلد دوم، مسئله 12. اگر تحریفش نکرده باشن، دستکاریش نکرده، سعی کنید نسخه قدیمیشو پیدا کنید، صفحه 430 مسئله 12 در کتاب النکاح. برید ببینید خودتون.